ماه یک انسان را افطاری بدهد. وقتی افطاری داد، من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه، الله سبحانه و تعالی گناهان او انسان را می آمرزد و می بخشد و او انسان از آتش جهنم نجات پیدا می کند. و بعد می فرماین و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجره شیء. وقتی به کسی انسان افطاری بدهد و او انسان افطار کند، الله سبحانه و تعالی همین قدر ثوابی که او روزدار کسب می کند، الله برای این شخصی که افطاری داده برای او هم الله مزد و ثواب می دهد. از او روزدار هیچ قطعا ثوابی از او کم نمی گردد. همان اندازه ثوابی که برای روزدار داده می شود، برای کسی که افطاری می دهد برای او هم داده می شود. صحابه عرض کردن در اثنای صحبت و سخنرانی پیامبر، خطبه‌ای که پیامبر ایراد می فرمودن، صحابه گفتن یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. ای پیامبر، ما نداریم که افطاری بدیم، ما نمیتوانیم شکم یک صائم و روزدار را سیر کنیم، ما نمیتوانیم، چه کار باید کرد؟ رسول معظم اسلام فرمودن یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن. سبحان الله. فرمودن انسانی که به اندازه ای را توان داشته باشه که یک خرماهی وقت افطار برای برادر مسلمان خود بدهد، اگر خرما را نمیتوانست خلاصه یک جرعه از شیر بدهد، اگر شیر نمیتوانست یک جرعه، یک گلاس آبی برای برادر مسلمان خود بدهد، همان قدر مزد و ثوابی که روزدار گرفته الله برای او انسان هم میدهد. یک خرما، یک جرعه آب، یک جرعه شیر، ثواب مزد کسی که روزه گرفته همان قدر الله سبحانه و تعالی برایش عطا می کند. و بعد فرمودن رسول معظم اسلام من خفف عن مملوکه فیه غفر الله له و اعتقه من النار. فرمودن که کسی که سبک کند کار غلام، برده، در شرایط امروزی کسی که سبک کند کار یک کارگر را، انسانها به خانه کارگر دارن، به خانه خادم دارن، خدمتی دارن، کارش را در ماه مبارک رمضان سبک می کند، کارهای شاق‌تر از دوشش بر می دارد. خلاصه برای کارگر، برای زیر دستان خود رحم و شفقت دارد، الله سبحانه و تعالی تمام گناهان او انسان را می بخشد و او را از آتش جهنم نجات می دهد. و بعد فرمودن خصلتین ترضون بهما ربکم و خصلتین لا غناء بکم عنهما. فرمودن که در ماه مبارک رمضان این 4 خصلت را داشته باشید. این 4 خصلت در رمضان چیست؟ ترضون بهما ربکم. اول اینه که فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم فشهادت ان لا اله الا الله. در ماه مبارک رمضان افضل الذکر را، افضل الذکر که لا اله الا الله هست، لا اله الا الله زیاد بگویید. اگر سر کاری، سر وظیفه‌ای، خلاصه به هر حالتی که هستی، این افضل الذکر هست. بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت موسی علیه السلام برای الله سبحانه و تعالی عرض می کند یا الله برای من یک وظیفه بده که من او وظیفه را انجام بدهم که به نزد تو خیلی ارزش داشته باشه و محبوب باشه. الله سبحانه و تعالی برای حضرت موسی میگوید که بگو ای موسی لا اله الا الله.
حضرت موسی میگه ای الله ای را همه انسان ها میگوین، برای من وظیفه بده که غیر از این باشه. خدای تبارک و تعالی میگه ای موسی اگر زمین و آسمان، تمام انس و جن، خزنده و پرنده، آنچه که در بین زمین و آسمان هست همه بر یک کفه ترازو گذاشته بشه و لا اله الا الله به یک کفه دیگر، هنوز لا اله الا الله سنگین تر هست. بناءً رسول معظم اسلام میفرمایند که دو خصلت هست که الله سبحانه و تعالی را راضی می کند، اینه که بگویید در ماه مبارک رمضان لا اله الا الله، و دوم اینه که و تستغفرونه، زیاد آمرزش بخواهید از الله سبحانه و تعالی. و اما الخصلتان اللتان لا غنا بكم عنهما، دو خصلت دیگر هست که شما بینیاز نیستید از این دو خصلت، خیلی لازم و ضروریه که در رمضان این دو خصلت دیگر را هم داشته باشید. فتسألون الله الجنه، ماه مبارک رمضان از الله بهشت را بخواهید، و تعوذون به من النار، خصلت دیگر اینه که از جهنم پناه بجویید و از الله بخواهید که ای الله ما را از آتش جهنم نجات بدی. چقدر واقعا خصلت های مبارک است که در رمضان زیاد لا اله الا الله بگویید، در رمضان زیاد استغفار بجویید و در رمضان بهشت را طلب کنید و در رمضان از الله بخواهید که ای الله ما را از آتش جهنم نجات بده و قنا عذاب النار، ای الله ما را از آتش دوزخ دور بدار. بناءً این خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادامهش میفرمایند و من سقا صائما سقاه الله من حوزی. الله اکبر. میفرمایند کسی که یک روزدار را وقت افطار یک جرعه آب بدهد، دین اسلام نمیگوید که یک خروار برنج و خلاصه 1000 نفر دعوت بکن و بالاخره بعداً بهشت برای تو داده میشه. دین اسلام این ارشادات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تا اینکه این رحمت الله شامل همه انسان ها بشه، شامل این رحمت شامل فقیر و غنی بشه. رسول معظم اسلام میفرمایند کسی که وقت افطار برای یک روزدار جرعه آبی بدهد، الله سبحانه و تعالی او را آب میدهد من حوزی، یعنی او را آب میدهد از حوض کوثر. از او حوض وقتی بنوشه شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه، وقتی آب کوثر نوشید دیگه تشنه نمی شود تا اینکه وارد بهشت می گردد. این خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روزهای اخیر شعبان بود که برای صحابه بیان کردن سروران عزیز و بزرگوار. چون من و شما یک دو شب دیگر داریم که رمضان داخل میشه، ماه رحمت و مغفرت می آیه، اگر این حرف ها را به جمعه آینده می گفتیم شاید خیلی از عزیزان از این نعمت های عظیم و بزرگی به این چندین شب محروم می ماندن. بناءً به این واسطه این را انتخاب کردیم که از شب اول، از لحظه اول، از ساعت و ثانیه اولی که رمضان داخل میشه قدر رمضان را بدانیم. این رمضان هست که ما را قدرمند می کند، این رمضان هست که ما را ارزشمند می کند، این رمضان هست که ما را به جایگاهی می رساند که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چی حد است مقام یا مکان آدمیت. ماه مبارک رمضان، رمضان ماه مهمانی خداست، رمضان ماه مهمانی خداست. مؤمنان با کارت دعوت شدن. کدام کارت؟ با این کارت یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام. مؤمنان با این کارت دعوت شدن. ای کسانی که ایمان آوردید،
در دنیا چقدر انسان ها زندگی میکنن؟ 7 میلیارد انسان در دنیا زندگی میکنه، 1.5 میلیارد مسلمان هاین. ببینید که 5.5 میلیارد دیگه انسان هایی که یهودی و مسیحی و بودایی و برهمایی و زردشتی و فلان و فلان و فلان، ولی این کارت مختص برای تو مسلمان آمده. میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسی که ایمان آورده اید. دیگران مخاطب نمی کنه، بناء مؤمنان با این کارت یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، رمضان برای شما فرض کرده شده، ماه رمضان آمد. خداوند با این کار مؤمنان را دعوت میکنه. وقتی تو مسلمان دعوت شدی، این را بدان که این مهمانی ویژگی های دارد. این مهمانی هست تتقون ایام معدودات. این مهمانی چند روزی هست. از رمضان گذشته تا الان چقدر انسان ها از دنیا رفتن. خدا بهتر میدانه که آیا به مهمانی سال آینده، حالا از سال آینده که یک طرف، آیا به همین رمضان ما خواهد رسیدیم؟ آیا یک شب 2 شب دیگر را کی تضمین میکند؟ بنان این مهمانی ویژگی های داره. اول اینه که مهمانی هست. میزبان کیست؟ یک نکته، میزبان کیست؟ چی کسی دعوت کرده؟ دوم، وسیله پذیرایی چیست؟ کسی که مهمانی برگزار میکنه، آدم نگاه کنه که او چی شخصیه که مهمانی را ترتیب داده، بعد نگاه کنه که وسیله پذیرایی چیه، چقدر تشریفات گرفته، چقدر تدارکات گرفته. سوم، این مهمانی مکانی است یا زمانی؟ بناء سروران عزیز و بزرگوار، وقت ما رو به اتمام هست، سریعتر میگذریم. اول این که میزبان الله هست. الله سبحانه و تعالی دعوت کرده من و تو را در رمضان. الله سبحانه و تعالی انسان ها را دعوت کرده. حالا یک لحظه فکر کن، جایگاه خود را فکر کن و جایگاه الله را. اللهی که غنی هست، انسان چیست؟ فقیر. غنی فقیر را دعوت کرده. الله قوی است، انسان چیست؟ ضعیف. قوی ضعیف را دعوت کرده. الله قادر است، انسان چیست؟ انسان ضعیف. بناء خدایی که خالق هست مخلوق را دعوت کرده. اللهی که احکم الحاکمین، عدل العادلین، مالک یوم الدین. الله من و تو را در این رمضان دعوت کرده. یک لحظه فکر کن که میزبان کیست؟ الله هست که میزبانی میکند. دوم وسیله پذیرایی. یک نفر میمانی ترتیب میده، دسترخوان هموار میکنه، غذاهای رنگارنگ میچینه. خلاصه این است که وسیله ای پذیرایی چیست؟ اول اینه که ای انسان، الله سبحانه و تعالی میگه ای انسان، ای بنده من، بهشت دوست داری؟ بهشت دوست داری؟ بیا که در رمضان فتحت ابواب الجنه، دروازه های بهشت باز هست. و بعد میفرمایه ای انسان، از جهنم میترسی؟ از جهنم پریشانی؟ از عذاب علیم و عظیم و مهین من میترسی؟ بیا که در رمضان غلقت ابواب الجحیم، دروازه های جهنم همه مسدود هست، دروازه های جهنم همه بسته شده، فقط بهشت منتظر توست. و بعد میگه ای انسان، از دشمن بزرگ میترسی؟ دشمنی که 11 ماه تو را فریب داد، دشمنی که تو را از جماعت باز داشت، دشمنی که تو را به چشم چرانی انداخت، دشمنی که تو را به حرام آلوده کرد. بیا و سلسلت شیاطین، همه شیاطین به زنجیر کشیده شدن، بیا که وقت آمدن هست. این پذیرایی الله سبحانه و تعالی هست. دیگر چیست؟ اینه که میگه ای انسان، بیا که به این مهمانی شب قدر هست، بیا که به این مهمانی نزول قرآن هست، بیا که این مهمانی قبولیت دعا هست، بیا که این مهمانی سحر
داره، وقت افطار داره، وقتهایی داره که دعا رد نمی شود. بیا ای انسان که فرض این مهمانی معادل به 70 فرض و نفل این مهمانی معادل به فرض هست. این پذیرایی از سروران عزیز و بزرگوار. بیا که دهه اولش رحمت است، بیا که دهه اوسطش مغفرت است، بیا که دهه اخیرش خلاصی از آتش جهنم و اینها هست. سروران عزیز و بزرگوار، اینها وقتی که اینها وسیله پذیرایی بود، حالا مهمان هم باید متوجه باشه. وقتی مهمان به مهمانی میره، وقتی من و تو به یک مهمانی میریم که مثل من و تو فقط مخلوق دعوت کرده، مثل من و توست، او هم ضعیفه من هم ضعیفم، او هم ضعیفه خلاصه تو هم ضعیفی، به اون مهمانی میری لباس عوض میکنی، به اون مهمانی میری سر و قیافه درست میکنی. این مهمانی که خالق دعوت کرده تو مخلوق را، این مهمانی که غنی دعوت کرده تو فقیر را، این مهمانی که خلاصه ذات اقدس الهی دعوت کرده، به این مهمانی هم باید مهمان آداب مهمانی رو بدانه. این مهمانی هم از کدام شخص پذیرایی میشه؟ کسی که لباس از تن بیرون کنه. کدام لباس دروغ، لباس غیبت، لباس تهمت، لباس کینه، لباس عداوت، لباس دشمنی، لباس بخل و اینها را از تن بیرون کنه و بعد لباس بپوشه، لباس تقوا، لباس خداجویی، لباس خدا ترسی ای را به تن کنه وارد مهمانی بشه. مگر اگر خلاصه این لباس را به تن نکرد، اگر لباس خداجویی و خدا ترسی و اینها را نداشته، به این مهمانی قبول نمیشه، به این مهمانی پذیرفته نمیشه. بنان باید مهمان آداب مهمانی را رعایت کنه. نکته سوم سروران عزیز و بزرگوار اینه که آیا این مهمانی الله مکانی هست؟ مخلوق ها که مهمانی میکنن در یک جای، در یک مکانی، در یک تالاری، در یک مسجد، در یک خانه، یک مکان هست. آیا این مهمانی مکانی هست؟ نه خیر، ایام معدودات، روزهای شمرده هست، ولی مهمانی زمانی هست. این مهمانی از آن کیست؟ از هر انسانی که در هر گوشه از دنیا باشه. حالا این مسلمان مایه در امریکا باشه، مایه در اروپا باشه، مایه در افریقا باشه، مایه در افغانستان باشه، مایه در حرمین و شریفین باشه، در هر گوشه از دنیا وقت مسلمان بوده و لباس تقوا و لباس خدا ترسی را به تن کرده، او مهمان خداست. به هر جا که هست، به هر دی که هست، به هر قریه‌ای که هست، به هر قشلاقی که هست، از همون جای خود ارتباط با الله برقرار کنه. او مهمان الله سبحانه و تعالی هست. سروران عزیز و بزرگوار، بناهن این مهمانی زمانی هست، مکان مشخصی نداره. واقعا اگر مکان مشخصی می داشت خیلی سخت بود. اگر گفته می شد که ای انسان ها شما بیاییم به حرمین شریفین، بیاییم به مکه و مدینه، به اونجی رمضان این فضائل داره، چقدر سخت بود برای انسان هایی که رفته نمی توانستن. اگر این گفته می شد که همه انسان ها بیاین به جوار خواجه انصار، چقدر سخت بود. حالا میگه نه، ای انسان به خانه خود، به مسجدی که به دروازه خانه تو هست، به هر منطقه‌ای که هستی، وقتی روزه داشتی و لباس تقوا را به تن کردی، مهمان الله هستی. به هر جا که هستی و به هر مکانی که هستی. سروران عزیز و بزرگوار، فواید روزه، فایده های روزه را هم بیان میکنیم، چون در هفته های آینده ماه
بهار قرآن هست، شاید بحث های قرآنی باشه، بحث زکات باشه، بحث شب قدر باشه، خلاصه بحث ها، ولی فواید روزه را هم بیان میکنیم که انشاءالله همه ما و شما روزه میگیریم عاشقانه روزه بگیریم، وقت عبادت میکنیم عاشقانه عبادت کنیم، وقتی که رمضان میآید خوشحال باشیم، مسرور باشیم که این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه عتق من النیران می آید. فواید روزه، فایده های زیادی داره روزه، فایده های جسمی، فایده های روحی، فایده های اجتماعی، فایده های اقتصادی، خلاصه فایده های دنیوی و اخروی داره که به طور خلاصه 15 فایده اش را مختصرا بیان میکنیم. اول اینه که روزه انسان را متقی میگرداند، ماه روزه انسان را متقی میگردانه. لعلکم تتقون. چرا روزه میگیریم؟ الله میگه چرا برای شما فرض کردم؟ تا شما متقی بشید، تا شما پرهیزگار بشید. دوم، اراده انسان را تقویت میبخشه. چگونه اراده انسان؟ یک انسان روزه میگیره از ابتدای روز تا انتها، نان، آب، از نان خود نمیخوره، آبی که به خانهش موجوده نمی نوشه و از همسر خود استفاده نمی کنه. این اراده انسان را تقویه میکنه. وقت نان از خود انسان، وقت آب از خود انسان، وقت زن منکوحه انسان، از اینها استفاده نکردی انسان در رمضان و در وقت روزه گرفتن از ابتدای روز تا انتها، اینجا هیچ وقت با مال و ناموس دیگران نگاه نمی کنه، ارادهش تقویه میشه. مال از خودش نمیخوره، آب از خودش نمی نوشه، زن از خودش نزدیک نمیشه، ارادهش قوی میشه. این فایده داره. ای الله، این درس دادی که به مال خود، به زن خود، به نوشیدنی خود وقتی نزدیک نشو، این اراده انسان قوی میگردونه. الله سبحانه و تعالی که به مال دیگران و به ناموس دیگران به طریق اولاه نزدیک نمیشه. سوم، روزه باعث تقویه عاطفه انسان هست. کسی که یک ماه روزه میگیره، این با درد آشنا میشه، با گرسنگی آشنا میشه، از حال فقرا و مستضعفین واقف میشه. همیشه در طول 11 ماه دیگر متوجه فقرا و مستضعفین و کسانی که درد و رنج گرسنگی میکشن، این در سر برای انسان میده. چهارم، روزه انسان را شبیه ملائکه میکنه. انسانی که روزه میگیره او به ملائکه تشبیه پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرشتگان از خوردن و نوشیدن و از شهوات بدورن. انسان روزدار از خوردن بدوره، از نوشیدن بدوره، انسان از کار شهوت و اینها بدوره. اینجا تشبیه ملائکه و شبیه ملائکه میشه. پنجم، روزه سبب آمرزش گناهان میشه. 11 ماه انسان گناه کرده، ماه رمضان ماه آمرزش و ماه عفو و بخشش. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضان روزه بگیره به شرطی که با ایمان روزه داشته باشه، با اخلاص روزه داشته باشه، خلاصه با عشق روزه بگیره، الله گناهان گذشته اش را همه را میبخشه و میآمرزه. ششم، روزه یعنی نجات از بردگی عادت. خیلی انسان ها برده عادت شدن. انسان ها عادت دارن ساعت 10 بجه روز چای بنوشن، انسان ها عادت دارن که به تایم مشخص غذا بخورن، انسان ها عادت دارن که ساعت 3 بجه روز خلاصه یک چیزی یا بخورن یا بنوشن. اگر این عادت اینا تأخیر بشه، شروع میکنن به سر و صدا و خلاصه اینها. روزه رمضان انسان را از عادت بردگی عادت نجات میده. 10 بجه روز وقت چای میشه، انسان کیف چای میکنه. 12 بجه قضا او را هوس میکنه، ولی روزه هست که برایش چی میده؟ درس صبر، درس استقامت، درس این که ای نفس، ای عادت، این را بدان که رب من به من دستور داده، خالق من به من دستور داده، رازق من به من دستور داده که اگر 100 مرتبه خلاصه خوردنی و نوشیدنی هوس کنی تا تایمش نرسه، تا الله اجازه نده،
خلاصه قضا را به کام خود راه نمیدهم. هفتم روزه ارزش نعمت را برای انسانها میدهد. انسانها در رمضان ارزش غذا را میدانند، ارزش آب را میدانند، خصوصا در این شرایطی که هر روز ما و شما آب سرد می نوشیم. در رمضان وقتی که آب سرد را ببینیم و ننوشیم، سبحان الله چقدر این نعمت ارزش داره. چقدر وقتی گرسنه میشیم نعمت سیری در آن وقت ارزش پیدا میکنه. بناهن روزه رمضان هست که انسان به یاد نعمت ها میندازه. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت ها را کردید الله بیشتر میدهد. هشتم روزدار محبوب الله میشود که این فایده هست. نهم بوی بد دهن روزدار. رسول الله میفرمایند بوی بد دهن روزدار، الله چقدر انسانها را دوست داره. بوی بد دهن روزدار به نزد الله از مشک هم پسندیده تره. اللهی که بوی دهن روزدار دوست داره، اللهی که تنفس روزداران را دوست داره، پس واقعا چی نعمت و چی مهمانی عزیزی و چی مهمانی مبارک. دهم مایه های دریا در حق روزداران دعا میکنن، انسانهایی که روزه داشته باشند. یازدهم بهشت هر روز برای روزداران خود را آرایش میکنه و آراسته میکنه. دوازدهم در شب اخیر رمضان الله سبحانه و تعالی تمام گناهان روزداران را میبخشه و قلم عفو میکشه. سیزدهم به هر تنفسی که انسان روزدار در رمضان تنفس میکنه و نفس میکشه، الله سبحانه و تعالی به پاداشش تسبیح مینویسه، یعنی او را شامل و جز ذاکرین بیان میکنه. چهاردهم رمضان شب قدر به آغوش داره که از 1000 ماه بهترتر هست. پانزدهم رمضان جبران کننده غفلت 11 ماه هست که این 15 فایده بوده که در اخیر حدیثی که بارها و بارها بیان شده او را بیان میکنیم تا این که از این لحظه ازارات و تدارکات رمضان را داشته باشید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در منبر بالا شدن. همیشه تکرار کردیم و گفتیم باز هم قول پیامبر تکراری نیست، به خاطر بیداری ما، به خاطر اینکه ما متوجه بشیم. رسول معظم اسلام به منبر بالا شدن، پله اول پای خود را گذاشتن گفتن آمین، پله دوم گذاشتن گفتن آمین، با پله سوم گذاشتن گفتن آمین. وقتی خطبه تمام شد از منبر پایین شدن، صحابه عرض کردن یا رسول الله شما همیشه منبر بالا می شدید چنین کاری نمی کردید و چنین الفاظی نمی گفتید، امروز چرا آمین گفتید؟ رسول معظم اسلام فرمودن لحظه ای که می خواستم به منبر بالا بشم جبرائیل علیه السلام آمد. جبرائیل آمد گفت که ای محمد من دعا می کنم و تو آمین بگو. جبرائیل دعا می کنه و پیامبر صلی الله علیه وسلم آمین میگن. جبرائیل علیه السلام دعا میکنه به پله اول که رسول الله قرار میگیرن، این دعا را میکنن که هلاک باد آن انسانی که ماه رمضان را دریافت و ماه رمضان را سپری کرد و شب عید رسید هنوز در وجودی و گناه است، هلاک باد این انسان. رسول معظم اسلام گفتن آمین، به خاطری که راهی نمیمانه. اگر به 11 ماه میگیم که شیطان مار نمیگذاره کچھ، به این ماه شیطان بسته هست. اگر میگیم که خلاصه مزد و ثواب به 11 ماه کمه، در رمضان ساعت و ثانیهش خلاصه عبادت فرض 70 فرض، نفل فرض، خلاصه چقدر مزد و ثواب و اینها. دروازه های جهنم مسدود، دروازه های جنت باز، همه این نعمت ها دیگه راهی نمیمانه که انسان بگه من نتوانستم گناهان خود را پاک کنم. اینجا جبرائیل علیه السلام میفرمایه هلاک باد انسانی که رمضان را دریابه و شب عید برسه و او هنوز گناه داشته باشه و او مورد رحمت و مغفرت الله قرار نگیره. وقتی جبرائیل میفرمایه رسول معظم اسلام میگن آمین. آمین ار پیامبر میگن چقدر مهمه. با پله دوم که بالا شدن فرمودن که جبرائیل فرمود هلاک باد انسانی که
پدر و مادر در سن کهولت میبینه، خلاصه و خود را به وسیله خدمت آنها وارد بهشت نمیگردانه. بناهن چقدر مهمه که آنهایی که پدر و مادر در سن کهولت و اینها قرار دارن. نکته دومی که در پله سوم یاد میکنه این است که ای محمد، کسی که نام تو را بشنود، کسی که نام تو را بشنود و درود نگه هلاک باد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن آمین. بناهن روزه بیان شد، درود به پیامبر بیان شد، خدمت به پدر و مادر بیان شد. اگر کسی نام پیامبر را بشنوه و درود نگه، لااقل بگه صلی الله علیه و سلم. اگر نگفت ای از جمله هلاک شده های رمضان را دریافت و مورد رحمت و مغفرت قرار نگرفت، از جز هلاک شوندگانه. و اگر انسان پدر و مادر را به سن کهولت و پیری دریافت و خود را به وسیله آنها وارد بهشت نکرد، او انسان هم از جمله کسانیه که هلاک شده. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بدهد تا اینکه ماه رمضان که می آید به غفلت عمر ما، روز ما، ساعت و ثانیه ما سپری نشه، فقط عمر ما به عبادت سپری بشه، به طاعت سپری بشه، به تلاوت سپری بشه. نکته دیگری که باید بیشتر توضیح میدادم اینه که در خطبه رسول الله فرمودن ماه رمضان ماه مواسات، کمک. این باید هر کدام به هر جا میرسیم. متاسفانه که بعضی انسان ها در تخت دکان نشسته‌اند، روزه هم دارن، شب به نماز تراویح هم شرکت میکنن، ذکرم میکنن، فکرم میکنن، ولی در ماه مبارک رمضان نخرها را بالا میبرن و قیمت میسازن. بناهن برادر عزیز، ماه رمضان ماه شفقت، ماه مهربانیه، ماهیه که الله از جهنم انسانها را نجات میده. بنان تو هم جز همین انسانهایی میخوایی که مورد رحمت و مغفرت قرار بگیری، پس متوجه باش که هیچ وقت گیران فروشی نکنی، خصوصا در ماه مبارک رمضان. ایران باید بدانیم طوری که در رمضان ثواب خیلی ثواب داره، گناه رمضان هم نسبت به دیگه ماها اگر کسی انجام میده خیلی بیشتر و بیشترتر گناه عظیم و بزرگی هست. بناهن برادرهایی که دکان دارن، خصوصا مسائل آذوقه و اینها که هست که نیازمندی عموم جامعه هست، متوجه باشن رحم، شفقت، ترحم. من رحمه رحمه، کسی که رحم کنه رحم کرده میشه. اگر مای رحمت الله، مغفرت الله شامل حال تو بشه، بنان انصاف داشته باش، متوجه باش که او بیچاره‌ای که از دی و دور و قصبات و از اینها میایه، از نخل شرم خبر نداره، دست از او و شانه از او خلاصه قطع میکنی، دستی را از شانه قطع میکنی. این را بدان که به این مهمانی الله تو شامل نشدی. فقط یک کسی هستی که بی خبر کسی به یک مهمانی بره، چقدر خار ذلیل شرمنده. بنان تو همین ترتیب انسانی که رمضان میایه و از رمضان هیچ فیض و فیوزات و بهره نمیگیری، بنان هر کدام ما به هر جا میرسیم این توصیه داشته باشیم که قیمت ها بلند نره. ماه رحم، شفقت، ترحم، هم دیگر را نصیحت کنیم. کسانی که به کار و بار و اینهایم، دیگران خلاصه برادرانی که به این جمع دکانداران نشسته هستند، همسایه های خود را متوجه بسازیم که برادر این ماه رحم و شفقت و ترحم، برای بندگان الله رحم کن که خداوند هم برای تو رحم کنه. الله سبحانه و تعالی همه ما را بندگان مخلص خود بگرداند. الله سبحانه و تعالی به برکت این شبهای اخیر شعبان و به برکت این مقدمه و آستانه رمضان، خدایا پروردگارا رحمت و مغفرت خود را شامل حال ما بگردان. خدایا پروردگارا تو غنی ما فقیریم، خدایا پروردگارا تو خالقی و ما مخلوقیم، خدایا پروردگارا تو قوی و ما ضعیفیم. یا الله پروردگارا ما میدانیم که به این 11 ماه ما چه کار کردیم، تو هم میدانی. یا الله
ولی ماه رحمت و مغفرت هست. خدایا قلم عفو بر گناهان همه ما بکش. خدایا پروردگارا ما را به رمضان برسان. خدایا پروردگارا بارها و بارها رمضان نصیب ما بگردان. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. یا الله پروردگارا مریض هایی که طلب دعا نمودن، خدایا اونهایی که روی بستر افتاده اند، خدایا اونهایی که آرزوی رمضان دارن ولی روزه گرفته نمیتوانند، ای الله پروردگارا اونها را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا پروردگارا اسرا را از قید اسارت نجات بده یا الله. خدایا مسافرین را صحیح و سالم به خانه و کاشانهشان بر بگردان. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. اللهم اغفر موتانا و موتى المسلمین وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف امراضنا وامراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين.